قرمز باشه، شمعی باشه، زرد باشه، سرمه‌ای باشه، هر رنگی میخواد باشه. ما پایه هامون داریم با دونه ها. توی اصول دونه بندی نوع و تعداد و فاصله رو داریم. توی پایه ها حالت‌ها رو داریم. امکان داره ما مثلا طیف قرمز بیاد برامون از روشن تا تیره هست. آلبالویای پایه ما از روشن تا تیره هست. اسم میزنیم کنار رنگمون نگاه میکنیم، هر پایه نزدیک‌تر بتون انتخاب میکنیم. این مال پایه هاتون. نونه هاتون هم همین هایی که گفتمه، یعنی نوعش رو اول تشخیص میدید. تا برای ساخت سفید صدفیامون ما باید اول پایه سفید صدفیمون رو جدا کنیم. یعنی پایه‌ای که می‌خوایم بسازیم اون صدف رو انتخاب کنیم. حالا صدف ها تو ریز و درشت هم میده. صدف 19 صدف درشته، صدف 13 متوسطه، صدف 11 صدف ریز پخته، صدف 10 هم صدف ریزه. برای ساخت رنگ‌های سیب بچه‌ها ببین اینا رو ما دستمال تینری هم که میکشیم، بیا از نزدیک دوربینو بگیر. معلومه تو فیلم؟ آره. ببین پاک نمیشن اینا. حالا از این مرتبه بیایی راحت تر میگیری. از این ور بیا ناکن. الان همین قسمت سفیده که معلومه تو فیلم؟ آره. مشخصه. بیا نزدیکتر. بیا. خب حالا نگاه کن. دوستان نانو رو کشیدیم، حالا میایم رنگمون رو صرف میگیریم، صاف نگه میداریم، میکشیم. میبینید دیگه با یک دست قشنگ اونو پر میکنه، نیازی نیست رنگ بیشتری بکشیم. یه دستم همینطور رنگ باکلر میکشید روش و تمام. این خالای ریزم همینطور صرف بگیرید. تو فیلم معلوم هست؟ آره معلوم. میبینید بچه ها سری قبل ما بچه ها در حال ترکیب رنگسازی لیسه‌ای صدفی هستن. آموزش ها تضمینیه. از پایه خود بچه ها صدف و آستر رو میسازن.